شهریار شاعر نامدار ایرانی در 12 شهریور 1285 در تبریز متولد شد. او کودکی را بین تبریز و روستای پدری‌اش خشکناب گذراند. سپس برای تحصیل به تهران رفت و مدتی در رشته پزشکی تحصیل کرد، اما آن را رها نمود. نقطه عطف زندگی او ورود جدی به دنیای شعر بود. او به سرعت با غزل‌های دلنشین خود به شهرت رسید. مشهورترین اثر او منظومه حیدربابا یا سلام است که به زبان ترکی سروده شده و به چندین زبان ترجمه شده. شهریار علاوه بر اشعار عاشقانه و عارفانه در شعر سیاسی و اجتماعی نیز فعال بود. او در سن 93 سالگی در 19 شهریور 1367 درگذشت و در گورستان وادی السلام تبریز به خاک سپرده شد. حمایت شما با لایک، سابسکرایب و فعال کردن زنگوله باعث دلگرمی ماست. یاد او به عنوان یکی از مفاخر ادبیات معاصر زنده است.